روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست در رادیوی آزادی. در این برنامه درباره مراسم خاکسپاری سرباز تاجیک دیروز در مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان کشته شده، میزبانی سمرقند از رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و هم 900 میلیون دلار سهم مهاجران کوری تاجیک در اقتصاد روسیه از راه پرداخت پول پتنت صحبت میکنیم. خبرهای دیگر را هم داریم. امروز در ناحیه واسه یکی از مرزبان‌های دیروز در مناقشه سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان کشته شده را به خاک می‌سپارند. سفرعلی حسن مرزبان تاجیک 23 سال داشت و تیر ماه سال گذشته به خدمت حربی رفته بود. تا انجام مهلت خدمت این سرباز 2 هفته دیگر مانده بود. یکی از نزدیکانش به رادیوی آزادی گفت جسد سفرعلی را امروز در آرامگاه شهرک واسه به خاک می‌سپارند. در جریان مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 14 سپتامبر 2 مرزبان تاجیک کشته و 11 نفر دیگر مجروح شدند. در میان مجروحان 6 مرزبان و 5 ساکن محله‌های نزد مرزی هستند. مقامات رسمی قرقیزستان هم میگویند که از تیر مرزبانان تاجیک 4 نفر از جمله 2 سرحدبان و 2 غیر نظامی جراحت برداشتند. خبرنگاری رادیوی آزادی در مرز با قرقیزستان است و در برنامه اخبار آزادی او ما را با آخرین تحولات در مرز شناس می‌کند. شام 14 سپتامبر وزارت کارهای خارجی روسیه از تاجیکستان و قرقیزستان دعوت کرد که برای حل همه گونه بحث‌ها از راه‌های سیاسی و دیپلماتی تمام تلاششان را به خرج دهند. ماریا زخارова سخنگوی وزارت گفته است که روسیه تنش در مرز 2 کشور را پیگیری دارد و گفت که روسیه با استفاده از تجربه‌اش در علامتگذاری مرز از جمله با همسایه‌هاش در آسیای مرکزی می‌تواند در پیدا کردن راه حلی برای هر دو طرف مناسب مساعدت کند. با این دعوت روسیه مقامات هنوز واکنشی نکردند، ولی در گذشته هم دوشنبه و هم بیشکک اشاره کردند که توان بدون دخالت جانب سوم حل کردن مشکل را دارند. و معلوم نیست که در جلسه سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای که امروز در شهر سمرقند ازبکستان شروع به کار می‌کند، موضوع مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بررسی می‌شود یا نه، ولی صبح 15 سپتامبر رئیس جمهوری‌های دو کشور امامعلی رحمان و صادر جباروف برای اشتراک در این جلسه به سمرقند رسیدند. برای شرکت در جلسه سالانه رهبران سازمان منطقوی سیاسی پرزیدنتان روسیه، چین، قزاقستان، هندوستان، پاکستان و ایران هم به سمرقند رفتند. نماینده کرمل گفت که در این جلسه مسئله عضویت بلاروس در این سازمان، امضای عهدنامه ایران درباره عهده‌داری‌هایش در برابر این سازمان و دیگر مسائل‌ها بررسی می‌شود. سازمان همکاری‌های شانگهای را تعیین کننده سیاست‌های ژئوپلیتیکی روسیه و چین ارزیابی می‌کنند که در تلاش از همکاری و نفوذ غرب دور کردن کشورهای آسیای مرکزی سازمان یافته است. ناظران غربی میگویند در پس منظر جنگ روسیه علیه اوکراین پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تلاش خواهد کرد این منبع را برای تقویت نفوذش استفاده کند. جلسه پرزیدنتان در سمرقند تا فردا ادامه میکند. سفارت ازبکستان در کیف از مقامات اوکراینی خواست که درباره 2 مرد با لباس نظامی روسی بازداشت شده که خود را شهروند ازبکستان معرفی کرده اند معلومات دهد. سفارت با نشر اظهارات گفته است که در رابطه با نوار ویدیویی 2 مرد بازداشت شده در اوکراین که به شبکه اینترنتی راه یافتند معلومات با دلیل پیشکش کنند. در یک نوار ویدیویی 2 مرد دیده می شود که در پاسخ به سوالهای نظامیان اوکراینی میگویند شهروند ازبکستان بوده برای شرکت در جنگ بی‌اساس روسیه علیه اوکراین بر ارتش این کشور پیوستند. ماه گذشته مقامات ازبکستان به شهروندانشان هشدار دادند که برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین جزای جدی میبینند و حالا به یک آگهی مهم توجه کنید. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد برنامه سرخط رویدادها ساعت 16 به وقت دوشنبه و ساعت 14 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین مهری‌الدین گفت شهروندان تاجیکستان هر ماه در روسیه بیش از 4 میلیارد روبل معادل نزدیک 67 میلیون دلار پول پتنت می‌سپارند.
این نکته را دیپلمات کلان تاجیک در یک مصاحبه‌اش با ریا نووستی بیان کرده است. در مصاحبه‌ای که متنش روز 14 سپتامبر در وبسایت وزارت هم نشر شد، گفته می شود که شهروندان تاجیکستان هرچی بیشتر در حضور قانونی و کاری رسمی در خاک روسیه منفعت دار هستند. وزیر تاجیک افزوده است که در عموم سال 2021 از حساب پتنت های شهروندان تاجیکستان به بودجه روسیه بیش از 48 میلیارد روبل مبلغ وارد شده است که تقریبا 900 میلیون دلار را تشکیل می دهد. این حالتی کم نظیر است که یک مقام بلندپایه حکومت تاجیکستان درباره سهم شهروندان کشورش در اقتصاد روسیه صحبت کند. معمولا مقامات در روسیه تاکید میکنند که از حساب مهاجران کاری تاجیکستانی بودجه تاجیکستان صدها میلیون دلار پر می شود. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفت دارایی را با ارزش 3.5 میلیارد دلاری مربوط به بانک ملی افغانستان را به یک فاند نوی تأسیس شده در شویساریا ارسال میکند. طبق اظهارات وزارت این مبلغ‌ها برای کمک به مردم جنگ زده افغانستان بدون دسترسی حکومت طالبان به آن مصرف خواهند شد. این مبلغ‌ها برای پرداخت خراجات مثل برق و قرض‌های کشور از ساختارهای بین‌المللی، کمک‌ها و یاری‌ها و هم چاپ پول‌های نوی ملی روانه می‌شود. این تحولات در حالی است که تاجیکستان فراهم کننده برق به افغانستان میگوید که این کشور مدت زیاد است که پول برقش را پرداخت نکرده است و حجم قرض شرکت برشنوی افغانستان در پیش برق تاجیک 33 میلیون دلار را تشکیل داده است. و حالا توجه کنید به قرب اسعاری که امروز 15 سپتامبر از جانب بانک ملی تعیین شده است. 1000 روبل روسی امروز 165 سومانی و 50 درم، یک دلار آمریکایی 10 سومانی و 24 درم، یورو کمی ارزانتر شده 10 سومانی و 21 درم تعیین شده است. قرب پول خارجی در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. این بود سرخط خبرها. 3 ساعت بعد برای دیدن اخبار آزادی همراه شوید. روز خوب.